در تالار مجلسگاه کمیته ملی المپی تاجیکستان جلسه کمیته اجرایی فدراسیون جودوی کشور برگزار شد. در این جلسه نخست حسابات سرمربی تیم منتخب جودوی کشور محمد مراد عبدالرحمانوف در خصوص برآمد جودوچیان در عرصه بین المللی صورت گرفته ابراز گردید برخی از جودوکاران کشور هنوز جوان و در آغاز راه هستند و میتواند تجربه کسب کردهشان در توکیو زمینه مساعد برای بازی‌های المپی پاریژ گردد. به همین خاطر بود که یکی دیگر از مسائل مورد بررسی شده جان‌ناک نمودن فعالیت در همه سمت‌ها جهت آمادگی به دوره المپی بعدی گردید. در جریان این جلسه اعضایان کمیته اجرایی فدراسیون ضمن تحلیل و محاکمه مسائل روز جودوی کشور بحث و گفتگو و نیز پیشنهادهای خود را ارائه می‌دادند. از جمله مسائل مربوط به مشق‌های دسته جمعی هیئت منتخب و مدل تجربه با کشورهای خارجی بررسی شده. برگزاری مشق‌های دسته جمعی مشترک با ورزشکاران ازبکستان به مقصد موافق دانسته شد. مسئله تشکیل ستاد مربیان برای پیشبرد هیئت منتخب کشور از جمله پیشنهادهای دیگر بود که اشتراکچیان اتفاق نظر داشتند تا هیئت بتواند تحلیل‌های کسبی در خصوص جودوکاران تاجیک و رقیبانشان در مسابقه‌های گوناگون بین المللی انجام دهند. همچنین استفاده و به راه ماندن سیستم رده‌بندی ورزشکاران در رشته جودو مورد توجه خاص اشتراکچیان بود که انتخاب بهترین‌ها برای معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی را آسان‌تر خواهد کرد. در نهایت نقشه کاری برای نیم ساله دوم سال 2021 و تهیه برنامه برای اشتراک جودوکاران تاجیک در مسابقه‌های بین المللی جهت کسب راحت المپی پاریژ 2024 و دیگر مسئله‌های جاری بررسی شدند.